انتخابات غیر قانونی. این انتخابات کمیسیون انتخاباتی غیر قانونی غیر کنستیتوشنی تشکل داده شده است. نتیجه های این انتخابات با انابت گرفتنش این علاقه ضد قانونی میشد. یعنی مردم درک کردند که در تاجیکستان دیگرگونی ها تغییرات لازم است و باید که حاکمیت دولتی البته دیگر کرده شود. به نظر شما نرفتن بخشی از انتخاب کنندگان به انتخابات بر روند و نتیجه انتخابات چی تاثیر میرساند؟ این علاقه تاثیر کرد. برای آنکه این کمیسیون مرکزی انتخابات اعلان کرد که 85% زیادتر اشتراک کردند از همه انتخاب کنندگان برای خط انتخاب کنندگان وارد شده، لیکن با حساب‌های ما همگی 27.28% اشتراک کردند. یعنی معلوم می شود که اکثریت مردم در این انتخابات اشتراک نکردند. یعنی نتیجه این مسئله می باشد که باید انتخابات در تاجیکستان عملی نشده حساب می شود. و نظر شما به آماری که کمیر اعلان کرده بود چی است؟ باید قید کنم که این آماری که اعلان کرد کمیر من این اعتراف ندارم. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هم اعتراف ندارم. با کدام سبب؟ خطای اول این در روی خط انتخاب کنندگان در داخل جمهوری 2.6 میلیون انتخاب کننده است. وقتی که ما از اعلام میکنیم که اشتراک کردن در آوازدهی 4,221,076 نفر، ما علاقه خود ما اقرار میشیم که ادوی از دشش در خارجه اگر یکو از 8 میلیون آدم آواز میدادن، من میگفتم که اینم دو طرفه، برای که اون آدم ها با روی خط انتخاب کنندگان در داخل جمهوری با روی خط وارد کرده شدن، نه در بالا. اونها که وقتی اونجا روی خطاب میدارن در سفاره، در کنسولگری، در دیگر جاها، اونها دوباره روی خط در آورده میشن، برای که با اونها خبرنامه در اینجا در داخل جمهوری وارد می شود. فقط اگر شماره مهاجران مهنت رو می گرفته باشیم این از 2 میلیون زیاد است. وقتی که از 2 میلیون زیاد آدم در بیرون است و برای آنها اینجا آواز میتیند، این آوازدهی اویلوی میشد، تقلب کاری میشد مغیر. این علاقه بیچون و چرا 2 میلیون تقلب کاری است. وقتی که ما بحساب کنیم که در داخل هیچ نباشد 100,000 آدم ها در انتخابات اشتراک نکردن، نرفتن به کمیسیه ها برای آواز دادن، این علاقه از 2 میلیون برعلا زیاد می شود. و این چیز رو من به واسطه تحلیل کرده روزهای نزدیک در نشریات چاپ میکنم. میگفتید بهای ناظران اتحاد دولت‌های مستقل و ساحه به انتخابات چی تاثیر دارد؟ ساحه دست کشید از ناظر بودن در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان. آن چیزی که اینجا یک گروه مایده عمل میکند، این مایده گروه فقط بهاگذاری میکنند، آنها ناظران نیستند. آنها فقط بهاگذاری کرده انتخابات چگونه گذشت، کدام قانون شکنی ها بود، خودش از جهت حقوقی قانونی بود یا که نبود، این چیز را عمل میگردونه. دویمش که ناظران دولت‌های گفتیم ایدئل و اینها هیچ وقت واقعا حقیقت را نه درک نمی کنند نه طرفداری نمی کنند و باید دیگر دولت‌های هم اگر که شاس اشتراک میکرد دیگر اشتراک میکرد، اونها هم مال یگان بار ندیدیم که اینها اگر یگان قانون شکنی را پیخست کردگی باشند. وقتی که اونها میدونند، از جمله اظهارات من چند آدم که صحبت داشتم، اونها میدونند که برای چی این انتخابات غیر قانونی، برای چی مثال این کمیسیون انتخاباتی از جانب فقط حاکمیت دولتی و حزب خلق دموکرات تشکیل می شود، آنها این نادیده می گیرند. یعنی من میگویم که ناظران بین المللی یک عنصری بیفایده در انتخابات تاجیکستان است. شما 7 سال آینده تاجیکستان را چگونه می بینید؟
پیشگویی کردن نیستم، لیکن همین چیز است که بر این 7 سال برای تاجیکستان بسیار وزین می شود و ممکن که حتی انقلابی شود.